سلسله جلسات بیان احکام شرعی و آداب زندگی مؤمنانه توسط جناب آقای کیوان وهابی، یک شنبه 30 آذر ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 30 جمادی الثانی سال 1447 هجری قمری. هیئت محبان النبی صلوات الله علیه و آله و سلم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ابتدا من فرمودن که یه تذکری عرض کنم در خصوص اینکه ماه رجب شروع شده و خب مستحبات زیاد و خیلی اوقات ساده‌ای که در اعمال این ماه هست. آقایون خب به مفاتیح رجوع کنن میبینه. یه نمونهش رو فرمودن که من حتما عرض کنم. هر شب ماه رجب 2 رکعت نماز داره، یعنی جز مستحبات خلاصه خیلی بیگیر و گور و سادهشه. هر شب 2 رکعت نماز داره، هر رکعت 3 تا سوره کافرون، یه دونه قل هوالله. بعدش هم که تموم شد هیچی، دستا رو بلند میکنن، یه دعای 2-3 سطریه شاید. لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد یحیی و یمیت و حی لا یموت بید الخیر و هو علی كل شیء قدیر و الیه المصیر و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد النبی الامی و آله. دستم کشم به صورت همین. سرجم شاید مثلا 3 دقیقه طول بکشه، ولی جز مستحبات خلاصه خیلی بی دردسریه که حیف آدم از دست بده. به ویژه حالا امشبم که شب اول ماه رجب و جز اون 4 شبیه که نقش شده امیرالمومنین اهتمام داشتن به احیاء این 4 شب به عبادت. خب مسئله‌ای که بنا بود عرض کنم هفته پیشنی عرض شده بود که ان شاءالله این هفته یکم توضیحش رو عرض میکنم، در مورد بحث نماز صبح بود که وقت نماز صبح، این چیزی که خلاصه اخیراً چند سالیه میشنویم که میگن نماز صبح رو با اذان رادیو نخونید، صبر کنید یه مقدار بگذره بعدش بخونید. توضیحش این شکلیه که از جهت محاسبات نجومی این که خورشید در چه زاویه‌ای نسبت به ما قرار داره محاسبش واضحه، کار دشواری نیست. اما چیزی که در شرع به ما گفتن به عنوان وقت نماز حساب کنید چیه و چه ارتباطی با اون زاویه خورشید داره، این یه حرف دیگه است. در مورد نماز ظهر خب این واضحه. نماز ظهر سایه قراره به حداقل حد خودش برسه، یعنی خورشید مستقیم بالای سر شما باشه. این محاسبش خب معلومه، هیچ دردسری نداره. طلوع و غروب خورشید هم تقریبا میشه گفت چه این حالتی داره. قرص خورشید تازه داره پیدا میشه یا قرص خورشید داره دیگه محو شده. اما در مورد اذان مغرب و اذان صبح چی؟ در مورد اذان مغرب اون وقتی که حالا مشهوره بین فقها اجمالاً که وقت اذان مغرب باشه، چه وقتیه؟ وقتیه که میگن که شما آفتاب که غروب میکنه میبینید که سمت مشرق قرمز شده، بعدش خب تاریک میشه هوا دیگه. هوا هنگام غروب آفتاب نگاه کنید سمت مشرق قرمزه، بعد حالا زردیه و بعدم دیگه تاریکیه دیگه، کلا بعد که میگذره تاریک میشه. اون سرخی سمت مشرق که از بین بره، حالا بعضا میگن بالای سر، حالا به هر حال این محاسبش دیگه به اون اینکه کی خورشید چه زاویه‌ای با ما دارد که این اتفاق میفته، این مثلا ممکنه یکم بالا پایین داشته باشه، ولی بالا پایینش کمه. در حد 2-3 دقیقه فرض کنید توی محاسبه این میشه آدم یه چیزی در نظر بگیره که حالا دیر و زود داشته باشه. ولی در مورد نماز صبح چی؟ در مورد نماز صبح نکته اینه، چیزی که در شرع به ما گفتن اینه که دمیدن سپیده از سمت شرق، شما که نگاه میکنید اول که البته روشنی سپیدی هست که این به شکل عمودی میره بالا، بعدم از بین میره، اونو بهش کار نداریم، به اون میگن فجر کاذب. یه روشنی دیگری هست که همین در واقع مقدمه روشنی خود خورشیده که این روشنی پهن میشه، یعنی اینطور عمودی نمیره بالا. خلاصه فرض بفرمایید یه کوه خیلی بزرگی که ارتفاعش کمه چطوری پهنه از 2 طرف، اینم پهن میشه، این روشنی بالا که میاد پهن میشه. این سپیده که بدمد این میشه وقت نماز صبح. حالا مشکل کجاست؟ مشکل اینه
خورشید چند درجه نسبت به ما باشد این نور، این سپیده در سمت مشرق دیده میشه. این خلاصه محاسبهش مقدار شاید به روشنی محاسبات قبلی نه، به روشنی محاسبه اذان ظهر نباشه. پیش از این مثلا فرض بفرمایید، یعنی درجات مختلفی ذکر کردند اهل نجوم. بعضیا مثلا گفتن چه میدونم 18 درجه، یکی گفته 16 درجه، یکی گفته 17 درجه. به هر این خب اینجا دیگه اختلاف این زمانهای مقدار بیشتر میشه، مثل اذان مغرب نیست 2-3 دقیقه بشه. میبینید یهو 10 دقیقه بین این دوتا فاصله است، یه رو بین این دوتا معیار فاصله است. خب وظیفه من مکلف چیه؟ وظیفه من مکلف اینه که من اطمینان حاصل کرده باشم به دخول وقت موقعی که میخوام نمازم رو بخونم. به حساب اینکه شاید حالا گفته باشن نباید نمازم رو شروع کنم، باید اطمینان حاصل بکنم که آقا وقت شده. حالا در مورد این معیاری که حالا رادیو تلویزیون باش میگه چی؟ این معیار حالا مؤسسه فرض بفرمایید ژئوفیزیک، بعضی از بزرگان خلاصه حرفشون اینه که آقا این داره زودتر از وقت میگه. یعنی بعضی از منجمین این امتحان کردن، بعد بعضی از بزرگان گفتن آقا ما هم میاییم، خلاصه ما هم بیاییم ببینیم. بعضی از مراجع زنده امروز ما خودشون رفتند اصلا تو بیابون، ساعت فلان که از اون رادیو تلویزیونه گفتن آقا ما نگاه کردیم چیزی نبود، یه قدری بعدش رخ داد. دفاتر یه سری از مراجع هم حتی رسما اعلام کردن آقا این از اون رادیو تلویزیون زودتر از وقته. نتیجه چی؟ نتیجه این که خب یه مقدار باید صبر کرد. اگر کسی میبینه دیگه اطمینان نداره به این که با از اون رادیو تلویزیون وقت شرعی رسیده، یعنی میبینه آقا با توجه به اینکه این دفاتر مراجع مختلف چنین حرفی زدن، من دیگه اطمینان ندارم که این از اونی که الان رادیو گفت واقعا وقت شرعی شده باشه. خب باید نتیجه اینه که باید صبر کنه. حالا چقدر صبر کنه؟ اجمالاً حالا 10 دقیقه 12 دقیقه با کم و زیادش مثلا اگر صبر کنه خلاصه کارش راه میفته. گاهی اوقات بستگی داره به چه موقع از ساله و خب کجای عالم هم هست شخص. به هر حال اینقدر صبر کنه دیگه اطمینان میگه الان من اطمینان حاصل کردم. فرض بفرمایید 10 دقیقه صبر کنه، یه ربع صبر کنه، هر موقع سال که باشه دیگه میگه من اطمینان حاصل کردم، اون موقع نمازش رو بخونه. خب کسی که تا الان این کار رو نمی‌کرده چی؟ این خلاصه جای سختش میشه این مقدار. فقط این رو سریع بگم، وقت منم گذشته، حواسم هست، ببخشید. اگر کسی اطمینان کرده بود که وقت نماز شده و نمازش رو خوند، بعد معلوم شد اشتباه کرده که اطمینان کرده وقت نماز نبوده، اون موقع اگر کل نمازش رو پیش از وقت خونده بوده اون نماز صحیح نیست، باید نماز رو قضا کنه. اگر الان وقتشه اعاده کنه، اگه وقت کلن گذشته قضا کنه. حالا فرض کنید کسی که حالا دفعاتی همین اول از اون صبح سری نماز میخونده، نه اینکه 10 دقیقه بعدش بخونه، و فرض کنیم که الان هم اطمینان داره که اون از اون صبح رادیو مطابق وقت نیست، این وظیفش چیه؟ حد اکثر وظیفش اینه که همه نمازهایی که یقین دارد پیش از وقت خونده قضا کنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا نگاه میکنه میبینه آقا من در طول دوره سال 100 تا نمازم رو اینطوری میخوندم، 100 تا از نماز صبحامو خیلی سر از اون میخوندم. خب تو این مدت چند تا، مثلا فرض کنید 10 سالم هست این روند برقراره، من حداقل 100 تا میخوندم، شاید به 150 هم میرسید، ولی من از 100 تا به بالا رو نمیتونم قسم حضرت عباس بخورم که شده. اون تیکه‌ای که به قسم حضرت عباس قبل از وقت خونده کامل، اونها رو باید قضا کنه. حالا آیا هم البته اینم بگم یک نظری بین فقها هم هست که این شخص کلاً یه دونه نماز اگر قضا کنه کفایت میکنه.
ولی خلاصه یک اختلافی از هر کس خلاصه مورد ابتلاشه بره از دفتر مرجعش بپرسه که آیا من باید کل نمازها رو قضا کنم یا یه دونه نماز قضا کنم کافیه. و صلی الله علی محمد و